یه شب آروم و راحت داری و داری ویدیوهای کانال دارگراف رو میبینی که قبلا از دست داده بودی. هفته کاری شلوغیه و داری استراحت میکنی که یهو صفحه سیاه میشه، چراغ‌ها خاموش میشن، کولر هم از کار میفته. میگی چی شده؟ و توی تاریکی صدا در میاری. با گیجی میری سمت پنجره و بیرون رو نگاه میکنی. هیچ چراغی از خونه‌های اطراف نمیتابه. نور شهر نزدیک هم خاموش شده. برق قطع شده و نه فقط اینجا، بلکه تو کل دنیا. تو 60 دقیقه آینده قرار همه جا پر از هرج و مرج، ترس و مرگ بشه. طبق گفته یکی از مدیرای سابق سازمان CIA، رابرت جیمز وولسی، 90% از آدما توی آمریکا ممکنه بمیرن اگه برق به طور کامل قطع بشه. این آمار واقعا تکون دهنده است، یعنی چیزی حدود 297 میلیون نفر فقط توی آمریکا. خب تو اون 60 دقیقه اول قطع کامل برق چی ممکنه اتفاق بیفته که باعث همچین فاجعه‌ای بشه؟ بریم ببینیم. وقتی برق قطع میشه، دو سمت برای سناریو وجود داره. نصف زمین اون موقع روزه و نصف دیگه شبه. وقتی این قطعی برق اتفاق میفته، در همون لحظه‌ای که این فاجعه شروع میشه، زمین ساکت میشه. دیگه نه صدای وزوز لامپا میاد، نه صدای بخاری‌ها. هیچ کس نمیدونه دنیا داره از هم میپاشه. در حالی که یه سکوت ترسناک کل سیاره رو میگیره. زمین هنوز میچرخه، ولی توی 60 دقیقه بعد همه چیز از جامعه گرفته تا سیستم‌ها یکی یکی فرو میریزه. 1 دقیقه بعد از اینکه برق کل دنیا قطع میشه، در سمت روز زمین خیلی ها اولش متوجه نمیشن چه خبره. بعضیا دارن تو جاده رانندگی میکنن و تا وقتی به چراغ قرمز نمیرسن نمیفهمن که برق رفته. محکم ترمز میگیرن در حالی که 2 ماشین با سرعت از 4 راه رد میشن و محکم به هم میکوبن. آبرایی که دارن از خیابون رد میشن با ماشین ها برخورد میکنن. فقط چند ثانیه بعد از قطع برق، تصادفات تو سراسر دنیا شروع میشن و باعث مرگ و زخمی شدن بیشمار آدم میشن. هرچند در سمت شب زمین هم تصادفایی رخ میده، اما اوضاع اون طرف یه ذره آرومتره. کسایی که بیدارن با چراغ‌های مصنوعی سعی میکنن تاریکی رو ببینن، ولی یهو همه چراغ‌ها و چراغ‌های مطالعه روی زمین خاموش میشن. مردم یه تاریکی رو تجربه میکنن که تا حالا هیچ وقت ندیده بودن. ساعت‌ها از کار میافتن و پنکه‌ها دیگه نمیچرخن. کسایی که خوابیدن احتمالاً توی اون 60 دقیقه اول خاموشی جهانی بیدار نمیشن. در واقع چون برق نیست تا ساعت زنگدارشون روشن بشه، ممکنه یکی از بهترین خواب‌های زندگیشون رو تجربه کنن. 5 دقیقه بعد از قطع کامل برق، در سراسر دنیا وسایل نقلیه‌ای که با برق کار میکنن ایستادن و از حرکت افتادن. این شامل وسایل حمل و نقل عمومی مثل قطارها و اتوبوس‌های برقی هم میشه. آدمایی که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن و اون موقع سوار مترو بودن، الان زیر زمین گیر افتادن. یعنی صدها هزار نفر دارن سعی میکنن درهای قطارها و وسایل حمل و نقل عمومی رو با زور باز کنن تا از تاریکی مطلق تونل‌های مترو فرار کنن. آدم‌هایی که توی تونل‌ها گیر افتادن باید با لمس کردن دیوارها توی تاریکی راه خودشون رو پیدا کنن یا با نور گوشی‌هاشون مسیر رو روشن کنن. بالای زمین مردم شروع می‌کنن به حرکت توی خیابون‌های تاریک، در حالی که سعی دارن خودشون رو برسونن خونه تا بفهمن چی داره می‌گذره. از جلوی مغازه‌هایی رد میشن که کامل توی تاریکی فرو رفتن. کامیون‌هایی با چراغ زرد چشمک‌زن از کنار مردم رد میشن، در حالی که نیروهای امدادی دارن فرستاده میشن تا بفهمن دلیل این خاموشی چیه. همه خطوط تلفن از کار افتادن به همراه کابل، اینترنت و تلویزیون‌ها. تقریباً هر نوع ارتباطی که بهش وابسته ایم با برق کار میکنه. حتی اگه یه رادیوی باتریدار هم داشته باشی، نمیتونی هیچ سیگنالی بگیری، چون ایستگاه‌های رادیویی برای پخش نیاز به برق دارن. شاید چند تا ایستگاه ژنراتور پشتیبان داشته باشن، ولی اونا هم هنوز دارن سعی میکنن بفهمن دقیقاً چه اتفاقی داره میفته قبل از اینکه پخش اضطراری یا آخرالزمانی خودشون رو شروع کنن. 5 دقیقه بعد از قطع کامل برق، ترس و وحشت کم کم بین مردم بالا میگیره، در حالی که هیچ جواب روشنی از اینکه چه خبره وجود نداره. تو این دوره اولیه تاریکی، افراد مسن بیشتر از بقیه دچار مشکل میشن. اونا نمیتونن با تلفن یا پیامک از کسی کمک بگیرن. اگه توی خونهشون از آسانسور برای رفت و آمد بین طبقه ها استفاده کنن، همونجا تو طبقه‌ای که هستن گیر میکنن. بدتر از همه اینه که اگه توی طبقه بالای خونه باشن، دیگه شانسی برای پایین اومدن و کمک گرفتن ندارن، مگر اینکه یکی از اعضای خانواده یادش بیفته سر بزنه. وگرنه افراد مسن عملاً همونجا گیر میافتن و باید تمام مدت خاموشی جهانی رو همونطور سپری کنن. کسایی که توی برج‌ها و ساختمان‌های بلند زندگی می‌کنن هم با همین مشکل روبرو میشن. اون چند نفر بدشانسی که توی آسانسور و در ارتفاع بالا هستن، الان برای مدت نامعلومی همونجا گیر افتادن. وقتی داشتن میرفتن به طبقه خودشون و برق قطع شد، یه تکون شدید و یه افت ناگهانی حس کردن، چون موتور سیمکشی آسانسور از چرخیدن وایستاد. خوشبختانه بیشتر آسانسورها یه سیستم ترمز پشتیبان دارن که تو شرایط اضطراری فعال میشه. این وضعیت تو همه جای دنیا یه جور نیست. توی شهرهایی که از سیستم‌های قدیمی‌تر استفاده می‌کنن یا ساختمان‌هایی که تو ایمنی صرفه‌جویی کردن، آسانسورها با سرعت به سمت زمین سقوط می‌کنن. آدم‌هایی که تو برج‌های بلند زندگی می‌کنن از آپارتمان‌هاشون میان بیرون و به راهرو نگاه می‌کنن. میرن سمت آسانسور تا برن به طبقه پایین و برسن به خیابون.
اما خیلی زود میفهمن که بدون برق آسانسور هیچ وقت نمیاد. بعد به سمت راه پله‌های اضطراری میرن و شروع میکنن به پایین رفتن. برای بعضیا این یعنی باید ده‌ها یا حتی 100 طبقه رو پیاده پایین برن. وقتی که خودشونو به پایین میرسونن، دنیا توی هرج و مرج فرو رفته. اونا سریع از در بیرون میزنن و دوباره شروع میکنن به بالا رفتن از پله‌ها تا برسن به آپارتمان‌هاشون. در حالی که ترس و وحشت خیابون‌های شهرها و روستاها رو گرفته، یه مشکل خیلی بزرگتر داره توی بیمارستان‌ها شکل میگیره. در همون لحظه‌ای که برق قطع شد، همه دستگاه‌هایی که مریض‌های بخش مراقبت ویژه رو زنده نگه می‌داشتن از کار افتادن. بیشتر بیمارستان‌ها ژنراتور پشتیبان دارن، ولی حتی تو شرایط عادی هم یکم طول می‌کشه تا روشن بشن. چون هر طبقه بیمارستان به برق نیاز داره، ممکنه سیستم‌های اضطراری دچار خطا یا اضافه بار بشن. با این حال، ژنراتورهای اضطراری فقط برای مدت کوتاهی طراحی شدن، نه برای طولانی مدت. اما وقتی برق کل دنیا قطع شده باشه، در نهایت همه بیمارستان‌ها توی تاریکی فرو میرن. مریض‌هایی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصلن، شروع به خفه شدن میکنن. مگر اینکه یه پرستار یا دکتر به صورت دستی اون تلمبه‌های لاستیکی رو فشار بده تا نفس بکشن. آدم‌هایی که در حال انتقال خون یا دیالیز هستن، نیاز به اقدام‌های اضطراری دارن تا بدون هیچ دستگاهی خونشون رو تصفیه کنن. مانیتورهای قلب خاموش میشن، اسکن‌های پیشگیرانه متوقف میشن و دکترها توی تاریکی کار میکنن. از طی ساعت ممکنه پرسنل بیمارستان خیلی کمتر از حالت عادی باشن. شیفت شب معمولا نیروی کمتری داره. پزشک‌ها و پرستارها توی بیمارستان‌های سراسر دنیا خیلی زود از حجم کار و تعداد مریض‌ها خسته و درمانده میشن. هم از مریض‌های داخل بیمارستان و هم از موج جدید مصدومان تصادف‌هایی که به خاطر خاموشی به وجود اومدن. زن‌های بارداری که همین تویش هم مضطرب و ترسیدن، فقط میتونن یه کمک خیلی ابتدایی دریافت کنن یا حتی ممکنه کاملا تنها بمونن، چون دکترها با عجله میرن سراغ اتاق‌هایی که مریض‌ها دارن به خاطر از کار افتادن دستگاه‌های حیاتی میمیرن. میلیون‌ها نوزاد توی دنیای بدون برق در همون 60 دقیقه اول فاجعه به دنیا میان و صدای گریه‌شون توی راهروهای تاریک بیمارستان‌ها میپیچه. پرستارها با نور گوشی‌هاشون سعی میکنن به هر تعداد زنی که ممکنه کمک کنن تا نوزادش رو به دنیا بیاره. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کوچکتر حتی ممکنه هیچ ژنراتور پشتیبانی نداشته باشن. 10 دقیقه بعد از قطع کامل برق، فرودگاه‌ها سعی میکنن پروازها رو تغییر مسیر بدن. هواپیماها خودشون تحت تاثیر خاموشی قرار نمیگیرن، چون تمام سیستم‌های الکترونیکیشون با موتور کار میکنه. اونها هنوز میتونن سیگنال بفرستن و بگیرن و رادارها و دستگاه‌هاشون همچنان فعاله. اما روی زمین برج‌های کنترل فقط با ژنراتور پشتیبان کار میکنن. اپراتورها با عجله با خلبان‌های توی آسمون تماس میگیرن تا بهشون اطلاع بدن چه اتفاقی افتاده. چراغ‌های باند فرود خاموش شدن و بیشتر ژنراتورها فقط اونقدری برق دارن که برج رادیویی رو روشن نگه دارن. میتونن برق رو موقتاً به چراغ‌های باند هدایت کنن، ولی خیلی مهمه که کنترل پرواز هرچه سریعتر به هواپیماهای توی آسمون خبر بده که وضعیت روی زمین چقدر بحرانیه قبل از اینکه سوخت ژنراتورهای اضطراری تموم بشه. هواپیماها یکی یکی به نزدیکترین فرودگاه‌ها هدایت میشن و با امنیت فرود میان. خوشبختانه برای همچین موقعیت‌هایی تقریباً تو بیشتر فرودگاه‌ها از قبل برنامه اضطراری در نظر گرفته شده. 15 دقیقه بعد از قطع کامل برق، آدم‌های سمت شب زمین که بیدارن با گیجی از خونه‌هاشون بیرون میان و میرن توی خیابون. هنوز نمیدونن برق همه جا رفته، اما وقتی با همسایه‌ها حرف میزنن میفهمن حداقل توی اطرافشون همه برق ندارن. یهو ساکت میشن، سرشون رو بالا میگیرن. راه شیری با شکوه تمام کل آسمون رو پر کرده. قلب همه از دیدن اون صحنه میلرزه. برای اولین باره که آسمون شب رو بدون آلودگی نوری میبینن. هر چی بیشتر نگاه میکنن، ستاره‌های بیشتری میبینن. جهان بی‌نهایت و خیره کننده است و برای چند لحظه همه یادشون میره که دنیا داره برای همیشه عوض میشه. 20 دقیقه بعد از قطع کامل برق، مردم کم کم یه بوی عجیب حس میکنن. بدون برق تصفیه خونه‌های فاضلاب از کار افتادن و فاضلاب داره در میگرده بالا. توالت‌ها هنوز فلش میشن، ولی آب تمیز دیگه توی شهر و خونه‌ها پخش نمیشه، چون پمپ‌های شهری خاموش شدن. خیلی زود ذخیره آب تموم میشه و از شیرها فقط هوا یا مایع کثیف بیرون میاد. همین باعث میشه اولین موج وحشت شکل بگیره. مردم از قبل هم نگران بودن، چون نمیتونن با عزیزاشون تماس بگیرن. میدونن برق رفته، اما هیچکس نمیدونه اوضاع واقعا چقدر بده. فقط میدونن گوشی‌هاشون آنتن نمیدن و هر کاری میکنن هیچ خبری یا اطلاعاتی دریافت نمیکنن. مردم شروع میکنن به شمردن چیزایی که دارن و چیزایی که لازم دارن. خیلی‌ها وارد حالت بقا میشن، چون کم کم میفهمن یه چیز خیلی جدی در جریانه. در این نقطه فقط مردم عادی نیستن که وحشت زدن. رهبران دولت‌ها و فرمانده‌های نظامی هم دارن متوجه ابعاد واقعی فاجعه میشن. 30 دقیقه بعد از قطع کامل برق، رهبران کشورها با عجله سعی میکنن بفهمن چی داره میگذره. بهشون گزارش داده شده که یه خاموشی گسترده پیش اومده، اما هیچ کس نمیدونه چرا، چطور یا باید چیکار کنه. دولت‌ها نمیتونن با متحداشون تماس بگیرن، چون همه راه‌های ارتباطی قطع شده. از نظر تئوری هنوز میشه با کد موس پیام فرستاد، ولی اون زبان قدیمی از نقطه و خط تقریباً به یه هنر فراموش شده تبدیل شده. مقام‌های دولتی با عجله سراغ کشوها و کمدهای قدیمی میرن تا شاید یه دستگاه تلگراف قدیمی پیدا کنن. مردم حالا از خونه‌هاشون بیرون زدن، سوار ماشین میشن و میرن سمت نزدیکترین پمپ بنزین تا سوخت ذخیره کنن. ماشین‌ها هنوز کار میکنن، چراغ‌هاشون تاریکی جاده‌ها رو میشکافه. اما وقتی راننده‌ها به پمپ بنزین میرسن، میفهمن شانسشون تموم شده، چون هرچند ماشینا به برق نیاز ندارن، ولی پمپ‌های بنزین دارن.
مردم با عصبانیت به در پمپ بنزین میکوبن، کارمندها پشت پیشخوان قایم میشن در حالی که جمعیت خشمگین در ورودی رو میشکنن و میریزن داخل. بعضیا با عجله شیلنگ پمپ‌ها رو میبرن به امید اینکه چند قطره آخر بنزین بیرون بیاد و بتونن بریزنش تو باک ماشینشون. بعد با سرعت میرن سراغ پمپ بنزین بعدی به امید اینکه اونجا شانس بیارن. اما هر جا میرن اوضاع همینه. بنزین، آب و تقریبا همه منابع حیاتی برای پخش شدن به برق نیاز دارن. 40 دقیقه بعد از قطع کامل برق، شورش‌ها شروع میشن. مردم به مغازه‌ها حمله میکنن و هر چی لازم دارن برمی‌دارن. در ابتدا خیلی‌ها قصد داشتن به مغازه برن و پول خریدشون رو بدن. ولی وقتی فهمیدن دستگاه‌های کارتخوان کار نمی‌کنن و از دستگاه‌های خودپرداز هم پول در نمیاد، تصمیم گرفتن خودشون کار رو دست بگیرن. اولش فقط دارن مایحتاج و غذا رو از قفسه‌ها برمی‌دارن. اما هرچی هرج و مرج بیشتر میشه، آدما شروع می‌کنن به دزدیدن چیزایی که حتی دیگه کارم نمی‌کنن. کامپیوترهای گرو گوشی‌ها رو از پشت شیشه‌های شکسته بیرون می‌کشن. یه عده‌ام ابزار دستساز مثل چکش و چوب بیسبال برمی‌دارن تا از خودشون محافظت کنن. وحشتی که داره توی سیاره پخش میشه داره به نقطه انفجار میرسه و عملاً کاری از دست نیروی انتظامی و مقامات دولتی برنمیاد تا جلوی اونو بگیره. برای شروع تقریباً غیر ممکنه که یه نیروی مشترک هماهنگ کنن، چون پاسگاه‌ها هیچ راهی برای فرستادن پیام از ستاد پلیس ندارن. افسرها میتونن با رادیوی ماشین خودشون با هم حرف بزنن، ولی هیچ فرماندهی مرکزی نیست که نیروها رو متحد کنه و نظم و حفظ کنه. دولت‌ها تازه دارن میفهمن خاموشی جهانی چه عواقبی داره. با هر دقیقه‌ای که میگذره خطر برای امنیت ملی بیشتر میشه. هیچ راهی برای تماس با متحدها وجود نداره و اگه یک کشور متخاصم زودتر از بقیه ارتشش رو آماده کنه، احتمال حمله نظامی وجود داره. همین وضعیت برای مردم عادی هم صفر میکنه. توی این دوران پر از سردرگمی، دولت‌ها دستور قرنطینه داخلی میدن و از مردم میخوان تو خونه بمونن. ولی هیچ راهی برای پخش این پیام بین مردم وجود نداره. دولت‌ها هر تعداد نیروی نظامی که میتونن جمع میکنن و یه دستور ساده میدن: آرامش رو حفظ کنید. اما گفتنش آسونه، چون تو سراسر دنیا یا مردم کاملا وحشت زده‌اند و خودشون رو تو خونه حبس کردن، یا دارن از موقعیت سوء استفاده میکنن و چیزایی رو میدزدن که مال خودشون نیست. از یه نظر مثبت، احتمال کمی وجود داره که هیچ کشوری بتونه موشک شلیک کنه یا تصمیم‌های عاجلانه بگیره، چون بیشتر پایگاه‌های نظامی بدون برق از کار میافتن. جالبه که با اینکه حدود 90% جمعیت ممکنه بمیرن، اما توی این سناریوی آخرالزمانی حداقل لازم نیست نگران پرتاب بمب‌های اتمی باشیم. ولی یه تهدید هسته‌ای دیگه در راهه. نیروگاه‌های هسته‌ای چندین سیستم ایمنی و پشتیبان دارن تا جلوی ذوب شدن ریاکتور رو بگیرن. انسان‌ها از گذشته یاد گرفتن که حتی یه بلای طبیعی نزدیک یه نیروگاه هسته‌ای میتونه باعث فاجعه بشه، حتی تو مدرن‌ترین تأسیسات دنیا. اما هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه که یه روز برق کل سیاره زمین همزمان قطع بشه. حالا ریاکتورهای هسته‌ای دارن با سرعت خطرناکی داغ میشن. برای خنک نگه داشتن سوخت‌های هسته‌ای برق لازمه تا آب توی سیستم در جریان باشه. بدون پمپ‌ها دما از کنترل خارج میشه و ریاکتور نمیتونه تو محدوده امن بمونه. نیروگاه‌های هسته‌ای در سراسر دنیا تخلیه میشن، چون حالا دیگه هیچ چیزی نمیتونه زنجیره واکنش داخل هسته رو متوقف کنه. 50 دقیقه بعد از قطع کامل برق، مردم شروع میکنن به حس کردن گرمای شدید یا سرمای شدید توی خونه‌هاشون، بسته به جایی که زندگی میکنن. ما اونقدر به تنظیم دمای داخل خونه‌هامون عادت کردیم که بدون کولر یا بخاری خیلی‌ها احساس ناراحتی و بیقراری میکنن. کسایی که تو مناطق گرم زندگی میکنن خیلی زود میفهمن بدون برق هوا چقدر میتونه داغ بشه. آدم‌هایی که تو بیابون زندگی میکنن فقط دنبال سایه‌ان تا زیر آفتاب کباب نشن. میلیون‌ها نفر توی مناطق گرم زندگی میکنن و شاید کولر نداشته باشن، ولی معمولاً یه پنکه یا وسیله‌ای برای خنک شدن دارن که اونم به برق نیاز داره. اما برای کسایی که همیشه بدون برق زندگی کردن، این فقط یه روز معمولی دیگه است. گرمای شدید اذیت کننده است، ولی اونایی که تو مناطق سرد زندگی میکنن اوضاعشون خیلی بدتره. آدما تو خونه هاشون یخ میزنن، چون بخاری‌ها برای روشن شدن به برق نیاز دارن. حتی اگه از گاز برای گرم کردن خونه استفاده کنن، بازم برق لازمه تا سیستم گرمایشی روشن بشه و دما تنظیم شه. تنها راه پوشیدن لباس‌های ضخیم یا سوزوندن وسایل برای گرم شدن. اگه هیزم دارن، توی شومینه آتیش روشن میکنن، وگرنه هر چیزی که بسوزه رو آتیش میزنن تا از سرما نمیرن. اما اینجا اوضاع از بد به فاجعه تبدیل میشه. خیلی‌ها شومینه دارن ولی به ندرت ازش استفاده میکنن و وقتی این اتفاق میفته، لوله دودکش کثیف میشه و آتش و آشغال توش جمع میشه. همین آتش و آشغال‌ها ممکنه آتیش بگیرن و کل خونه رو بسوزونن. یه عده هم اصلاً تا حالا از شومینه استفاده نکردن و نمیدونن باید دودکش رو باز کنن تا دود برنگرده داخل خونه. خیلی ها هم اصلاً شومینه ندارن، اما باید یه جوری خودشونو گرم نگه دارن. پس وسایل خونه رو وسط اتاق آتیش میزنن. موقعیت بحرانیه و مردم هر کاری میکنن تا زنده بمونن. ولی چون بلد نیستن چطور آتیش رو درست و ایمن نگه دارن، خیلی از خونه‌ها تو آتیش میسوزن. آتیش‌ها به خونه‌ها و آپارتمان‌های کناری سرایت میکنن، چون هیچ راهی برای باخبر شدن نیروهای امدادی وجود نداره. حتی اگه بدونن کجا آتیش گرفته، اونقدر حریق‌ها زیادن که خاموش کردنشون توی همون 60 دقیقه اول قطع برق غیر ممکنه. ساختمون پشت ساختمون آتیش میگیره. دنیا دیگه با برق روشن نیست، بلکه با شعله‌های آتیشی که مردم برای زنده موندن روشن کردن. 60 دقیقه بعد از قطع کامل برق،
پول دیگه تقریبا هیچ ارزشی نداره. یه عده شاید زودتر ازش برای خرید وسایل ضروری استفاده کرده باشن. بعضیا هم احتمالاً دارن همونو میسوزونن تا گرم بشن. اما الان مؤسسات مالی نابود شدن، چون اقتصاد و کسب و کارها بدون برق همه چی رو از دست دادن. توی خاموشی 2 روزه در کالیفرنیا، وزارت انرژی آمریکا تخمین زده بود حدود 2.5 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد وارد شده و اون فقط یه ایالت بود. حالا تصور کن بعد از فقط 1 ساعت قطع برق جهانی کل اقتصاد دنیا عملاً فرو پاشیده. در حالی که تاجرها و بانکدارها دارن به کل معنی زندگی دوباره فکر میکنن، آژانس‌های فضایی با مشکلات جدی روبرو شدن. بدون برق هیچ تماسی با ایستگاه فضایی بین‌المللی یا ماهواره‌های در حال گردش ممکن نیست. اگه خاموشی موقتی بود شاید مشکل خاصی نبود، ولی هر دقیقه که میگذره نگرانی بیشتر میشه. الان 1 ساعت کامل از قطع برق گذشته و بدون تنظیم مسیر از طرف آژانس‌های فضایی مدار ماهواره‌ها کم کم شروع به از بین رفتن میکنه. ایستگاه فضایی بین‌المللی فعلا مشکلی نداره، چون فضانوردای اون بالا هستن که میتونن تنظیمات لازم رو انجام بدن. ولی حتی اگه ایستگاه بتونه پیام به زمین بفرسته، هیچ راهی برای برگشت پیام از زمین وجود نداره تا فضانوردا بدونن دقیقاً چه خبره. از اون بالا فضانوردا زمین رو همونطور میبینن که قبل از صنعتی شدنش بود. سمت شب زمین کاملا تاریکه. هیچ نوری از شهرها یا حومه‌ها دیده نمیشه و قاره‌ها در تاریکی مطلق فرو رفتن. در سمت روز زمین از فضا همه چیز تقریبا عادی به نظر میرسه. ایستگاه فضایی بیشتر با انرژی خورشیدی کار میکنه، اما بدون مأموریت‌های تدارکاتی یا ارتباط با کنترل زمینی، فضانوردا یا باید تا آخر عمرشون همون بالا زندگی کنن یا با ریسک زیاد خودشون با کپسول نجاتی که به ایستگاه وصله فرود اضطراری انجام بدن. چند روز بعد از قطع کامل برق، تمام غذاهایی که توی یخچال بودن شروع به فاسد شدن میکنن. مردم با کنسروا یا هر چی از طبیعت پیدا کنن سعی میکنن خودشونو سیر نگه دارن. انسانیت داره برمیگرده به ریشه هاش. خیلی ها به خاطر قطع برق از بین رفتن، اما هنوز بازمانده هایی هستن. یادمون نره که بیشتر تاریخ بشر بدون برق بوده. در واقع انسان ها تازه تو قرن 19 فهمیدن برق چیه. مهمترین کار بعد از اون 60 دقیقه اول بدون برق اینه که بفهمیم چی باعث خاموشی شده و آیا راهی برای برگردوندنش هست یا نه. اگه علتش یه حمله سایبری پیشرفته باشه، شاید هنوز بشه خسارت رو برگردوند. اما تنها راهش اینه که یه گروه به نحوی همه شبکه‌های برق دنیا رو آلوده کرده باشن و همزمان با یه ویروس همه رو از کار انداخته باشن. احتمال وقوع چنین حمله خیلی کمه، اما یه فاجعه طبیعی دیگه هست که میتونه تمام شبکه‌های برق زمین رو مختل کنه و بشر رو به دوران سنگی برگردونه. هسته زمین بیشتر از آهن و نیکل مذاب ساخته شده. این موضوع خیلی مهمه، چون وقتی این فلزات ذوب شده توی هسته میچرخن، یه میدان مغناطیسی تولید میکنن. همین میدان مغناطیسیه که زمین رو از طوفان‌های خورشیدی محافظت میکنه. هر از گاهی خورشید ذرات پر انرژی به فضا پرتاب میکنه که بهشون میگن شراره خورشیدی یا باد خورشیدی و این طوفان‌های خورشیدی میتونن هر دستگاه الکترونیکی که سر راهشونه رو نابود کنن. وقتی شراره خورشیدی به میدان مغناطیسی زمین برخورد میکنه، طوفان‌های ژئومغناطیسی به وجود میان. همین پدیده باعث ایجاد شفق قطبی در شمال و جنوب زمین میشه. اما اگه طوفان خورشیدی خیلی بزرگ باشه، میتونه مشکلات جدی برای زمین ایجاد کنه، مثل یه انفجار الکترومغناطیسی سراسری EMP. این پلس الکترومغناطیسی تمام مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی رو از کار میندازه و باعث میشه برق کل دنیا قطع بشه. همین اتفاق میتونه به دست انسان‌ها هم بیفته اگه میلیون‌ها بمب EMP همزمان منفجر بشن. ولی قوی ترین دستگاه‌های EMP که داریم در واقع همون بمب‌های اتمی ان. پس اگه اونقدری ازشون استفاده کنیم که برق کل زمین از بین بره، یعنی خودمونم باهاش نابود شدیم. پس دیگه فرقی نمیکنه. چیزی که باید از اون 60 دقیقه اول قطع کامل برق یاد بگیریم اینه که همیشه آماده باشیم اگه یه روز واقعاً چنین اتفاقی بیفته. باید همیشه چراغ قوه با باتری پر توی خونه داشته باشی و جاش هم جایی باشه که راحت بهش برسی. نکته مهم اینه که باتری چراغ قوه باید شارژ داشته باشه، چون وقتی برق قطع شد چراغ قوه خالی به درد نمیخوره. همیشه خوبه یک کیت اضطراری آماده و پر داشته باشی که هر چیزی برای زنده موندن لازم داری توش باشه. توی کانال دارگراف هم ویدیوهایی هست که توضیح میده توی همچین کیت چی باید بذاری. چیزای اصلیش اینان: آب، غذا، باتری اضافه و جعبه کمک‌های اولیه. و مهمتر از همه یادت باشه حتی اگه برق کل دنیا بره، دنیا همیشه تو تاریکی نمیمونه. خورشید فردا دوباره طلوع میکنه. با این حال باید تا جایی که میتونی خونسرد بمونی و منطقی تصمیم بگیری. بعضی از متخصصهای بقا پیشنهاد میکنن که توی کیت اضطراریت شیر خشک نوزاد بذاری، چون منبع خوبیه برای مواد مغذی. اگه برق کل دنیا قطع بشه، یادت باشه تجمع زباله هم خیلی زود به یه مشکل جدی تبدیل میشه. پس باید راهی برای تصفیه آب و دفع زباله‌های انسانی و غیر انسانی داشته باشی. وقتی برق کل دنیا بره، اون 60 دقیقه اول حیاتی ترین زمان برای زنده موندنه. مردم وحشت زده میشن و تصمیم‌های عجولانه میگیرن. برای همین تو باید یه قدم جلوتر از بقیه باشی. یادت نره از آسانسورها، پمپ بنزین‌ها و مناطق شلوغ شهری دوری کنی، چون این جور جاها سریعتر از همه تبدیل به مرکز هرج و مرج میشن.